سلام بچه ها، آوینا هستم. میخوام شما رو دعوت کنم به دنیای شگفت‌انگیز قصه ها. آماده باشی که با هر داستان به دنیای جدیدی سفر کنی. قصه امروزمون اسمش هست خرگوش کوچولو و احساس تنهایی. از انتشارات نردبان. وقتی احساس تنهایی میکنم انگار توی دنیا تک و تنها هستم و هیچ کس دوستم ندارد. وقتی احساس تنهایی میکنم انگار به همه خوش میگذره غیر از من. احساس تنهایی باعث میشود که فکر کنی هیچ کس مثل تو نیست. بعضی از چیزهایی که باعث میشود من احساس تنهایی کنم وقتی با بقیه فرق دارم یا احساس میکنم که با بقیه فرق دارم، یا وقتی کمک لازم دارم و سر همه خیلی شلوغ است، یا وقتی برایم سخت است که درباره احساسم حرف بزنم حتی اگر یک عالمه آدم دور و برم باشد. همه گاهی وقتها احساس تنهایی میکنن یا فکر میکنن با بقیه فرق دارن یا با دیگران جور نیستن. وقتی احساس تنهایی میکنم سعی میکنم به خودم بگویم که صدها و هزاران نفر توی دنیا همین احساس را دارن. یا به بهترین دوستم اسکارلت سر میزنم. اسکارلت به من میگوید یک عالمه کار هست که هر دوی من دوست داریم انجام بدهیم. من از تنهایی نمیترسم. گاهی تنهایی باعث می شود احساسات خودم گوش کنم و خودم برای بعضی از چیزها راه حل پیدا کنم. حالم را خوب کنم. گاهی وقتها چیزهایی باعث می شود احساس کنم با بقیه فرق دارم، ولی به خاطر همین چیزها دوستان و خانواده دوستم دارم. خب بچه ها، به پایان این قصه رسیدیم. حالا نوبت شماست نظرتون رو در مورد این قصه به هم بگید. برای شنیدن قصه های جذاب دیگه کانال منو سابسکرایب کنید. خدا حافظ دوستای قشنگم.